اگه دنبال یه دیزاین خاص، لوکس و چشمگیر هستی، حتما این آموزش رو تا آخر ببین. اول از هر چیز، رنگ زمینه رو هر طور که دوست داری بزن و با یه رنگ متضاد از هر جهتی که خواستی خطوط دلخواهت رو بکش و داخل محدودش رو پر کن. بعد یه لایه تاپ مات بزن و دوباره خشک کن. حالا با همون رنگ دوم، ضخیم و حجیم شروع کن به اجرای طرحت. هر مدلی که دوست داری. من از خطوط موجدار، دایره و خطوط ساده استفاده کردم. قبل از خشک شدن چند مرحله پودر کلیه رو بریز. بعد بذار داخل دستگاه تا کاملا فیکس بشه. وقتی بیرون آوردی با فرچه تمیزش کن. اگه خواستی مثل من از استیکر استفاده کن و در آخر روی استیکر فقط یه لایه نازک تاپ مات بزن. نتیجهش طرح مخملی شیک و خاصه که واقعا عاشقش میشی. اگر نتیجه خوشت اومد حتما لایک کن و بنویس کدوم رنگ رو برای این طرح انتخاب میکنی.